سلام رفقا، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب میخوام براتون یک داستان واقعی بگم از اسکندر مقدونی. خوشحال میشم که این پست رو لایک کنید و سابسکرایب بکنید. خب بریم سراغ داستان. میگویند اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستحصل بود. از خود میپرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم. یکی از مشاورانش گفت کتابهایشان را بسوزان و بزرگان و خردمندانشان را بکش و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند. اما ظاهرا یکی دیگر از مشاوران پاسخ می‌دهد نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین آنها را که نمیفهمند و کم سوادند به کارهای بزرگ بگمار و آنها که میفهمند و باسوادند به کارهای کوچک و پست بگمار. بیسوادها و نفهمها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت. فهمیده ها و باسوادها هم یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته و سرخورده عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای از سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد. خب دوستان، این داستان امشبمون تموم شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین. تا فردا شب و یه داستان دیگه. خدا نگهدار.